سلام دوستان، وقتتون بخیر. دیدم که خیلی از عزیزان تو کامنت ها گفته بودن که نظرتو بعد از 2 سال بگو که این ماشین به درد میخوره، بخریم نخریم، چجوریه بعد از 2 سال استفاده. و من میخوام به جای خواهرتون، واقعا خواهر و برادری بدون تعصب، اصلا نه تعصبی دارم که این ماشین چینیه یا کجاییه، نظر واقعیمو بهتون بگم. من این 2 سالی که این ماشینو دارم تا الان فقط روغن عوض کردم روش و هیچ مشکل و هیچ ایراد فنی نداشته. کیلومترشو میتونید ببینید که 46133 تا هم کار کرده. 2 ساله که دارمش و هیچ گونه مشکلی هم باش نداشتم. فقط روغنش عوض شده سر تایمش که همیشه رایگان بوده، چون 2 سال اول روغنش رایگانه. بعد الان یه بارم با هزینه روغنشو عوض کردم و دیگه هیچ مورد خاصی نداشته. یه بارم دوربین دندقبش سوخت، یه مشکلی براش پیش اومد که من بردم نمایندگی بدون هزینه تعویضش کردم، چون 5 سال گارانتی داره. و دیگه اون آقایون برادرایی هم که میان هیت میدن حواسشون باشه لطفاً که حالا اگه یکی بیاد عکسای لختی بذاره که خوب میتونن لایک کنن، ولی حالا ما چون صادقانه منصفانه یه بررسی ماشین میذاریم، توقعم اینه که اگر حمایت نمی‌کنید حداقل هیت ندین، حداقل تو ذوقی نزنید. و اینکه امیدوارم همه جوانای ایرانی بهترین ماشینا رو سوار شن، نه این ماشینای چینی. ولی واقعیتش من تو این 2 سال از این ماشین راضی بودم و هیچ مشکل فنی نداشته. با خیال راحت بخرید، تمیزش رو پیدا کنید بخرید. اصلا من سرعت‌های بالا هم باهاش رفتم، شده مثلا 150 تا هم باهاش رفتم توی جاده، ولی مشکلی نداشتم. خیلی آمدن گفتن رو کیلومتر 30,000 گیربکست پیاده میشه، رو کیلومتر 40,000 گیربکست فلان میشه. حالا من کیلومترم 46,000 و خدا رو شکر مشکلی نداشتم. امیدوارم هر کیم که داره از این ماشینی، حالا هر ماشینی، مشکلی براش پیش نیاد. مرسی، دوستتون دارم. به جای هیت دادن لایک و کامنت بذارید و کانالمو سابسکرایب کنید.